اولین نوع یقه گرد ما یقه‌های گرد کلاسیک هستن که همینجور که دارید میبینید به گردن نزدیکترن و بیشتر برای تیشرت ها و پولیورها استفاده میشن و این مدل یقه چون که به گردن ما نزدیک هستش برای صورت‌های بیضی و کشیده فوق‌العاده مناسبه و توجه رو به سمت صورت جلب میکنه، ولی برای صورت‌های گرد و پهن اصلا مناسب نیست و اونا رو پرتر نشون میده، همینجور که توی تصویر میبینیم. چون که به گردن نزدیکتر هستش، نگاه کنید به گردن وقتی نزدیک باشه بالا تنه رو فشرده تر نشون میده و برای افرادی که قد کوتاهی دارن بالا تنه رو کوتاه تر نشون میده، خصوصا برای افرادی که حالا بالا تنه پر و چاقی دارن اصلا مناسب نیست، خصوصا اگر که با پارچه ضخیم دوخته شده باشه. و برای سینه های کوچیک تا متوسط خیلی مناسبه، از سینه ها رو بزرگتر نشون میده، ولی برای سینه های برجسته ممکنه که سینه ها رو بزرگتر نشون بده و بالا تنه رو خیلی پرتر از چیزی که هست نشون میده، چون سرشونه ها رو جمع‌تر نشون میده به دلیل همین نزدیکی به گردن. برای سرشونه های کوچیک اصلا مناسب نیست و برای سرشونه های پهن میتونه تعادل رو نشون بده، به شرطی که خیلی تنگ نباشه که سرشونه پهن‌تر دوباره به نظر بیاد و هرچی پارچه نازکتر و در رنگ‌های روشن‌تری باشه کاری که به ما میده زیباتره و به این دلیلی که به گردن نزدیکتره گردن کوتاه رو کوتاه‌تر نشون میده، پس بهتره برای کسایی که گردن‌های بلندی دارن استفاده بشه و برای کارهای کژوال و ورزشی و تیشرت ها خیلی مناسبه. سعی کنید از پارچه خیلی نازک استفاده کنید همونطور که بهتون گفتم و اگر که قد بالا تنتون بلند هست میتونید با یه اکسسوری یا شال کوچیک اینو استایل کنید و اون جذابیتش رو دوچندان میکنه.